سلام آرش جان، شبت بخیر. سلام، چطوری؟ مخلصم. آقا کجای بارسلونه؟ من بارسلونم، یعنی نزدیک حومه بارسلون من زندگی میکنم، یه 40 کیلومتری بارسلون. آره، خب من که خونت بودم میدونم کجایی که. صبر کن من فقط این شارژرم رو بزنم که خیالم همه رد بشه. آقا خیلی ممنون که وقت گذاشتی با ما باشی، با من باشی. برای من یه افتخار و یه موقعیت خیلی خوبیه. افتخار منم هست آرش جان. آرش جان، شما تحصیلات فلسفه داری، تو دانشگاه بارسلون تدریس میکنی، درسته؟ بله درسته. من از نوجوانی علاقه‌مند فلسفه بودم. همیشه خیلی برام این سوالای فلسفی و بازیای فکری خیلی برام همیشه جذاب بوده. اینه که در اینجا در بارسلون تحصیل کردم، بعد دکترامو گرفتم و بعدم الان من جمله کارهایی که میکنم یکیش تدریس فلسفه اخلاق در یک دانشگاه خصوصی بارسلونه که البته زیر پوشش دانشگاه اتونوموس بارسلون هست و این فلسفه اخلاق برای دانشجوهایی هستن که بعداً همشون دارن مهندسی میخونن. بنابراین بعداً همشون قراره که مدیر و مسئول و سی اوی مثلا کمپانی صنعتی بشن و بنابراین ما سعی میکنیم یه سری موازین و مفاهیم ابتدایی راجع به اینکه چجوری باید در بیزنس، در اخلاق، در کار و در بازار و در اقتصاد و در صنعت اخلاقیات رو به کار برد. این کورس من راجع به اینه که تدریس میکنم. آره خیلی جالبه. یه صحبتی که همیشه بود میگفتم که دقیقا علوم طبیعی و اینا از قسمت علوم انسانی جدا افتاده. یعنی خیلی از نمیدونم دکترا و مهندسا و نخبه های فی‌الواقع فنی ما، نخبه های علوم طبیعی ما از این قسمت عقب افتادن، یعنی کاملا جدا شدن. نه اینکه عقب افتادن، کاملا جدا شدن، اصلا اهمیتی نمیدن. برای من جالبه به مهندسا چی درس میدی؟ این دقیقاً این صحبتی که شما داری میکنی این یکی از مشکلات امروزه و اینکه علم و صنعت خب خیلی پیشرفتن و باید هم پیش برن. یعنی همیشه تو فلسفه در قرن 20 تا به حال این بحث همیشه بوده که بعضی از متفکرین فکر میکنن که پیشرفت صنعت و علم خوب نیست برای انسان که بدون حد باشه، برای اینکه انسان رو از خود بیگانه میکنه، از ارزش‌های اخلاقی دورش میکنه و غیره و خیلی نتایج و عواقب بدتری ممکنه که فراهم کنه. و یه قسمتی از فلاسفه هستن که میگن نه، این اتفاقا علم و صنعت، علم هست که برای ما به دانش ما اضافه میکنه و بنابراین علمه که واقعا ما رو کمک میکنه که ما واقعیت اطراف خودمون و خودمون رو بشناسیم. ولی خب این دوتا اگه شکاف داشته باشن، بعدیش این میشه که مثلا در کاربرد تکنیک و تکنولوژی خب خیلی از سوالای اخلاقی و فلسفی پیش میاد. اگه کاملا بذارن کنار که مثلا حد و حدود به عنوان مثال کاربرد مثلا هوش مصنوعی، خب اگر که این سوالا رو مطرح نکنن، ما نمیدونیم عواقب ممکنه خیلی وخیم و فجیعی در نیم قرن یه قرن دیگه برامون ایجاد بشه. همون جوری که یک قرن پیش خبر نداشتیم که این پیشرفت صنعت انقدر میتونه که مخرب باشه برای محیط زیست، الان متوجه شدیم. خب اونم برای اینکه این اتفاق نیفته همیشه باید تفکر فلسفی دخیل باشه در حداقل در طراحی، در برنامه ریزی، در اینکه تکنولوژی رو چجوری به کار ببریم، چه نوع استفاده‌ای بکنیم، آیا قانون باید حد و حدود براش قائل بشه یا نه. خوشبختانه این اونایی که مثلا الان چه میدونم عقلای
هوش مصنوعی و تمام این تکنولوژی‌های پیشرفته در سیلیکون ولی و اینجور جاها در امریکا، تا اونجا که من خوندم واقف هستم به این موضوع، یعنی اهمیت بهش میدن که هیومانیتیز باید همیشه همراه تحقیق علمی و تکنولوژی باشه. آره جان، ارزم بزرگ یکی مثلا اگه درست یادم بیاد اوایل انقلاب بود، خمینی میگه تا تزکیه نشدید علم برای شما خطرناک است. این خودم به این قضیه اشاره میکنه، اینطور نیست؟ بله آخه ببینید امروز غیر ممکنه که یه انسانی بتونه واقعا زندگی مرفه و خوب و دنبال، یعنی در صدد این باشه که یک زندگی به قول غربی‌ها والایی هستی رو ببریم بالا، در این حال که علمو بذاریم کنار. غیر ممکنه. یعنی شما علمو حتی الان شما جوامع همین جمهوری اسلامی که اشاره کردی خودشون از اول میدونستن که با اینکه از خیلی نقطه نظرها در صدد این بودن و جد داشتن که اینکه جامعه رو ببرن عقب، ولی علم و صنعت رو میدونستن که این دوتا رو باید خیلی مواظبش باشن، برای اینکه بدون علم و صنعت اصلا نمیتونی رقابت کنی، نمیتونی پیشرفت کنی. بنابراین یا چین یا تمام جوامعی که از یک نوع مخالف اینجور فرهنگ‌ها و ذهنیت‌های مثلا مخالف دموکراسی هستن، ولی علم و صنعت رو میدونن که این اولویت و ارجحیت باید داشته باشه. هیچ جامعه امروز نیست که در دنیا بخواد پیشرفت کنه و هیچ فرد و هیچ شخصی در زندگی خصوصیمون هم غیر ممکنه اصلا که شما بتونی علم و نادیده بگیری، تکنولوژی رو نادیده بگیری، ولی در این حال دنبال یک زندگی مرفه و چه میدونم دنبال خوشبختی باشی. آره البته این موضوع بحث ما امروز نیست، منتها برای من جالبه. شما خودت بهایی میدونی، درسته؟ بله. آره خودت بهایی میدونی. خب بعد بهاییت هم به عنوان مذهب همیشه یه سری پایه‌های علمی داره، پایه‌های اخلاقی داره، علمی نه اخلاقی. موقعی که توی دانشگاه تدریس میکنی این پایه‌های اخلاقی بهاییت خودت چقدر وارد قضیه میشه؟ راستش بگو. بله نه خیلی واردش میکنم، بله، یعنی بدون اینکه قید کنم به دیانت بهایی، چون که هدف یک استاد یا یک معلم این نیست که بیاد تبلیغ کنه از هیچ کنم از هیچ مرامی، حتی مرامایی که مال خودش هم نیست، ولی بدون شک اخلاقیات خب دیدگاه های مختلفی میتونی داشته باشه در ارتباط با اخلاقیات، ولی یه جا میرسه نتیجه که من بهش رسیدم بعد از چه میدونم 30 سال تحقیق در حوزه اخلاقیات عملی، اخلاقیات در ارتباط با کار و حرفه و منظورت در اخلاق عملی پرکتیک فلسفیه؟ آره، یعنی applied ethics، یعنی اخلاقیاتی که ما بتونیم بعداً مثلا بیاریمش تو بیزنس یا تو کارهای صنعتی و ازش نتیجه بگیریم و به کارش ببریم. چون اخلاقیات همینجوری به طور یه چیز کلی هم میتونی راجع بهش صحبت کنیم. مثلا چه میدونم کانت مثلا خب یه سری تئوریایی داده، یه سری نظریاتی داده، یه سری صورتبندیایی کرده راجع به اخلاقیات و comparative ethic. ولی بعدا اینو انسان معمولی که محقق فلسفه نباشه فقط اون موقع به دردش میخوره که بتونه اینو یه کاربردی داشته باشه براش. خب این یه جا میرسه که شما نیاز به یک محرک داری، یعنی شما میتونی که ممکنه روی کاغذ در تئوری قشنگ بدونی که ارزش‌های اخلاقی کدوما هستن، چه کارهایی باید بکنی، چه کارهایی نباید بکنی، مثلا به عنوان یه بیزنسمن مرفه ولی در این حال اخلاقی. ولی یه موقع میرسه که شما وقتی در مشکلات هستی و در معرض چه میدونم چالش‌های
اقتصادی روزمره قرار میگیری، اون موقع معمولا وسوسه هایی که هممون داریم که مثلا مالیات کمتر بدیم، مثلا به فلان کارمند اگه میتونیم حقوق کمتر بدیم، مثلا اگه برامون به مصالحمون با مصالحمون موافقه، مثلا حتی یه نابرابریایی بین افراد برامون مهم نباشه. خب این وسوسه ها یا این فشارهایی که ما داریم به خاطر اینکه هدف ابزاری داریم در کارمون، در بیزنسمون، این شما اگه بخوای مهارش کنی حتما نیاز داری به یک سرچشمه روحانی، یعنی نیاز داری به یک محرک، به یک منبع اعتقادی که بهش، که اون موقع اون به شما این جهش رو بده و این به اصطلاح چی بهش میگن موتیویشن، یعنی انگیزه، این انگیزه رو به شما بده که شما همواره مواظب باشه که تصمیماتت و رفتارت موافق باشه با آنچه که خودت میدونی که اخلاقیه. به نظر من این یه چیز غیر قابل، یعنی استناد ناپذیره که یک منبع روحانی و متعالی انسان داشته باشه برای خودش که بتونه این بعداً محرک و انگیزه اخلاقیاتش باشه. از این لحاظ، از این نقطه نظر، از این منظر من استفاده میکنم برای توضیح اخلاقیات. ولی خب راجع به دین، مذهب صحبت نمی کنیم، بلکه میگیم که خب انسان یک جنبه روحانی هم داره، یک افق متعالی هم داره و باید همیشه در نظر داشته باشیم که ما تنها انسان‌های فانی چیز محدود نیستیم، بلکه ارتباطی داریم با یک کلیت دیگه و یا مثلا نسل‌های آینده، یا مدیون هستیم به نسل‌های پیشین. بنابراین خب تمام این چیزا مفاهیم روحانیه دیگه، چون که اون کسی که مفاهیم روحانی نداره کاملا ابزاریه کارش. یعنی میگه من الان نگاه میکنم کوتاه سری جاها که داره میگه برای من مفاهیم تاریخیه تو روحانی، دقیقا سر این تاریخ میخوام صحبت بکنم، باید ادامه بده. بله، نه همین بود که اگر این دیدگاه روحانی در کار نباشه، معمولا عملکرد انسان، هر انسانی، خودم اولیش، ابزاریه، چون که ما به هر حال دنبال این هستیم که منفعتمون رو همیشه حد اکثر کنیم و اون چیزی که خودمون از خودمون میذاریم برای اون منفعت حداقل بشه. خب هر نوع اخلاقیاتی نیاز داره به اینکه شما یک سری هزینه‌هایی رو قبول کنی و یک سری البته من خودم شخصا مخالفتی ندارم یکی بتونه سود بکنه، منتها همیشه پلتفرم‌های اخلاقی همیشه باید باشه، یعنی نمیتونی پاتو رو سر یکی بذاری فقط به خاطر اینکه سود کنی. این بیزینس نیست، تو هر جا یه سری مفاهیم اخلاقی هست. برگردیم سر مسائل چیز. قبل اینکه ادامه بدیم، آرش من 2 تا برنامه از شما دیدم، یکی توی ایران اینترنشنال بود که من فکر میکردم درباره بهایت باشه، اصلا نبود، و دومش درباره بهایت بود، تو برنامه پرگار داریوش کریمی BBC. 2 تاشو دیدم من. سر برنامه ایران اینترنشنال، قبل از هر چیز من خیلی اصلا خودت میدین من بالای 40 سال من شما رو میشناسم شخصی متوجه، ولی خب اصلا انتظار نداشتم که اینقدر مسائل ایران رو شما دنبال بکنی یا اینا. بعد این یه کنفلیکتی که پیش اومد توی اون برنامه‌ای که BBC با اون مخاطبتون داشتین صحبت میکردین اینا، اون مخاطبتون چی بود اسمش؟ صحابی؟ آقای صباحی، دکتر صباحی. اوکی. گفتش گفتش که من یه سری از بولتنای داخلی شما رو خوندم، من هیچ اشاره به مسائل زمان نمیکنه، در صورتی که احتمالا آدم راست میگفت. ولی خب واقعیت اینه من موقعی که برنامه ایران اینترنشنال شما رو دیدم اصلا باورم نشد اینقدر دقیق از مسائل ایران خبر داشته باشی تو. بریم سر جنبش زن زندگی آزادی.
نقش بهاییت، یعنی بهاییت تو این جنبش نظرش چیه؟ خودش رو کجا میبینه دقیقا؟ بله، خیلی خیلی سوال جالبیه. خب یکی از اصول، اگر بهایت 12-15 تا مثلا اصول اصیل داره، یعنی مهم و اصلی داره، بدون شک در رأس این اصول تعالیم اصلی اولیش و دومیش تساوی حقوق زنان و مردان هست و این واقعا یک تعلیم پیشرو بود اون موقع که دیانت بهایی در ایران آغاز پیدا کرد، یعنی در 1844. حالا من میشه 1260 قمری شمسی. نه قمری، چون شمسی هم نیست، ولی 1844. اوکی. درسته. خب خیلی پیشرو بود، حتی چون اون نهضت باب و بعد بهاءالله وقتی که اینو نه تنها اعلان کردن بلکه واقعا آوردن و در عرصه جامعه پیاده کردن، در عرصه خود جامعه بهایی اون موقع. مثلا اولین مدارسای دخترانه در ایران مال بهائی‌ها بود، اولین زنانی که وارد عرصه اجتماعی و مؤسسات تصمیم گیری شدن در ایران زنان بهایی بودن. بنابراین نه فقط حرف نبود بلکه عملا بود. ولی در اون موقع 1844 وقتی که در کنفرانس معروف بدشت طاهر قرةالعین حجابش رو برداشت، اون موقع حتی قبل از نهضت‌های پیشرو غربی این کارو کرد، چون که اولین بیانیه مدافع حقوق زنان که در غرب اعلان شد در یک شهری نزدیک نیویورک در امریکا به نام سنکا فالز، در اونجا یک مجمعی برقرار شد و زنانی که اون موقع مبارز حقوق زنان بودن یک گرد همایی درست کردن و اونجا یک بیانیه‌ای دادن. میره اولین بیانیه است که بهش میگن بیانیه سنکا فالز و اون چندین ماه بعد از وقایع بابیه و کنفرانس بدشت انجام گرفت. بنابراین خیلی پیشرو بود اون موقع در قرن 19 در دنیای شرق، اسلام و ایران انقلابی بود. پس چون این نشون میده از نظر تاریخی و از نظر خود اصطلاح اعمال و رفتار بهاییان و جامعه بهایی که این برای جامعه بهایی یک اصل حیاتی و اصل مهمیه، چون که بهاییت معتقد به اینه که هیچ جامعه مرفهی غیر ممکنه که بتونه به رفاه برسه اگر که تعادل و تساوی نباشه بین این دو نیم جامعه، یعنی زنان و مردان. خب پس این الان که در قرن 21 هستیم که از چه میدونم 2017 مثلا در غرب در خیلی کشورهای اروپایی و امریکایی اگه باشه از 2017 با اون جنبش هشتگ میتو، بله این هوشیاری که از قبل، از دهه‌ها قبل بود، ولی میتونیم بگیم که واقعا همگانی شد، یعنی تمام جامعه یا قشر اعظم جامعه 80% جامعه اعم از مرد و زن دیگه هیچ تردیدی ندارن که تساوی زنان و مردان و حقوقشون و برابریشون اصلا یک چیز یعنی ابتدایی و مسلمیه که باید همه قبول کنن و انجامش بدن. خب این که الان این اتفاق افتاده و در ایران خوشبختانه جامعه ایران هم نه فقط زنان بلکه مردانشون، بلکه همراهی کردن با زنان در این جنبش، نشون میده که این هوشیاری الان همگانی شده. پس جامعه بهایی هم که اینو از 2 قرن پیش داره سعی میکنه و کوشش میکنه که کمک کنه که این آمال تحقق پیدا کنه. خب همیشه ما در کنار این جنبش‌های مدنی، ما در جنبش‌های حزبی شرکت نمی‌کنیم، چون فکر می‌کنیم که احزاب هر جا، چه در دموکراسی غربی چه در کشورهای دیکتاتوری مثل ایران، احزاب و اصولاً مبارزه حزبی یک مبارزه فر پلی نیست به قول معروف، یعنی قواعد و قوانینش چون
درسته. بنابراین شما وقتی که میگن که خب بیا آقا شما چرا نمیای با ما مثلا یه بازی بکنیم، شما وقتی میبینی که خب اون تو بازی تقلب هست و تنها راه برد تقلبه برای چی واردش بشه؟ کاملا. بنابراین ما میگیم که ما فعلا در این بازی حزبی شرکت نمی کنیم. اگر در آینده قوانین و قواعد مقررات عوض شد و واقعا فر پلی بود، معلومه که ما دنبال این هستیم همیشه. یعنی برخلاف اونی که در اون بحث پرگار، البته من قشنگ توضیح دادم ولی یه مقدارش ادیت شده بود، که من توضیح دادم که برخلاف اونی که اونجا مطرح شد، جامعه بهایی در دنیا یکی از مهمترین، شاید 50% یا 70% فعالیتش در صدد کمک به اینه که هر مشکلات مدنی و مشکلات اجتماعی هر کشوری که درش هستیم کمک کنیم که این مشکلات راه حل براش ارائه بدیم. بعضی موقع راه حل‌های نظریه، بعضی موقع راه حل‌های عملیه. پس در آینده بیشتر میتونه جامعه بهایی کمک کنه اگر بهش این فرصت رو بدن. آرش ادامه بده من. نه بگو. عرضم به حضورت، من خودم یه مقدار تاریخ 150 سال اخیر ایران رو خوندم. طبیعتا وقتی تاریخ میخونی بهاییت بخشی ازش هست. خود مثلا کار کسروی که میخونی این حرفا، تعبیری که من داشتم بهاییت به عنوان یه دونه رفرم توی اسلام وارد شد. قطعا تو به این مخالفی؟ نه ببین، خب میتونی این موضوع از چند منظر نگاه کنی. مثلا میتونی سید بابو یه جوری تلقی کنی که یک رفرمیست خیلی بزرگی بود در دنیای اسلام. این منافاتی نداره از با این، هیچ منافاتی من نمیبینم به این که نهضت بابیه رو به عنوان یک نهضت رفرمیست رفرمگرای که جامعه رو واقعا میخواست مدرن کنه و کمک کنه به این که هم نظر ذهنی هم نظر اجتماعی، این منافاتی نداره با اینکه اونهایی که بهایی هستن سید بابا به عنوان یک، ما بهش میگیم مظهر ظهور، یعنی یک رجعت تمام اون پیغمبرا و شخصیت‌های روحانی کلیدی که در تاریخ داشتیم، مثل مسیح، مثل محمد، مثل یعنی به عنوان یک پیامبر میشناسونش عملا. هم پیامبره، ولی این هیچ منافاتی نداره با اینکه به عنوان یک رفرمیست هم در تاریخ ایران بهش نگاه کردن و اونهایی که تحلیلگر و مورخ هستن، خب تاریخدانان معمولا اینجوری به نهضت بابی و خیلی هم میدونی یاد مطالعه شده خیلی راجبش که نهضت بابیه خیلی کمک کرد به انقلاب مشروطه و به نهضت مشروطه، برای اینکه اصلا دیدگاهش این بود، دیدگاهش پیشرو بود و از اول مدافع دموکراسی بود، مدافع دموکراسی سیاسی و مدافع دموکراسی مذهبی، برای اینکه جناحت بابی و بهایی اصلا آخوند نداره، کشیش نداره، ملا نداره، کلیسا نداره، مسجد یعنی معبدگاه داریم که همون اسمشون هست مشرق الاسکار یا بهایی تمپلز که در تمام دنیا چندین از این معبدها داریم که این معبدها باز هستن، یعنی متعلق به تمام بشریت و جامعه هستن. هر کی میتونه واردش بشه، نیایش کنه، دعا کنه و بعدا البته این نیایش و دعا همیشه باید همراه با یک فعالیت‌ها و فعالیت‌های اجتماعی هم باشه، برای اینکه دعا و نیایش تو خونه خود آدم همینجوری که برای خودش بخونه ولی اینو نتونه بعداً ترجمه و تبدیل کنه به خیلی خب آرش، چند از صبر کنم، بذار سوالمو اینجور مطرح کنم. رابطه بهاییت با اسلام چیه؟ اسلام، خب ببین شما هر دین و هر مذهبی که تاریخی بهش نگاه کنی همیشه در خلأ هیچ دینی به وجود نیومده، یعنی همیشه یک
بستر بوده که بستر اجتماعی و فرهنگی و فکری و مذهبی بوده. مثلا بودیزم آیین بودا در بسترش بستر آیین هندو بود و از یک لحاظ میتونی بگی که بودیزم خواست اون اهداف یا اون پروژه آیین هندو رو به کمال خودش برسونه و به روز بیارتش و متممش باشه. خب در اسلام، در مسیحیت، در ارتباطش با یهودیت هم همینه. در بستر یهودیت مسیحیت به وجود اومد. در دیانت بهایی هم همینه، یعنی دیانت بهایی که اول بابی بود ولی عملا یک آیین هستن، اینا در بستر یک کشور اسلامی پدید آمدن. طبیعتا خود رفرنس هاش هم توی اسلامه. اینو داری میگه شما؟ چیاش؟ کلی از رفرنس هاش هم به اسلام ربط داره. 100%. برای اینکه اون موقع ببین شما وقتی این نهضتی رو شروع میکنی، برای اینکه این نهضت بتونه موفق باشه، اون جامعه اون موقع که که درش این نهضت جدید پدید اومده، خب اون جامعه بعد اینو قبول کنه و بعد خودشو یک ارتباط خیلی نزدیکی با خودش برقرار کنه و با اون چارچوب فرهنگی زمان خودش این ارتباط باشه. بنابراین 100% باید خیلی از رفرنس ها به اسلام بود و به اسلام شیعه بود. البته ذهنیت مردم ایرانو، یعنی قسمتی از جامعه رو آیین شیخیه یا مکتب شیخیه که یک شعبه خیلی پیشروی یا یک مکتب فلسفی خیلی پیشروی اون موقع در عرصه آیین شیعه بود آماده کرده بود، چون این شیخیه میگفتش که باید موعود اسلام به زودی ظاهر بشه و وقتی که این آمادگی انجام گرفت اون وقت باب رسالتش رو اعلان کرد. خب پس این بستر اجتماعیه، یعنی در خلأ که نمیتونیم مثلا هر جا دیگه باشه. در فرض کنیم که مثلا آیین بابی مثلا در امریکای لاتین شروع شده بود، خب اونجا باید رفرنس میداد مثلا به مسیحیت اون جوامع. همیشه اینجوریه. یعنی و چون که دیانت بهایی به این قائل به اینه که این ادیان در سیر تاریخی یک زنجیری تشکیل میدن و این دین و مذهب یک روند تکاملیه و هر کدوم از این مذاهب و ادیان که در تاریخ به وجود اومدن در موقع تاریخی و برای مقتضیات و نیازهای تاریخی و اجتماعی زمان خودشون ظاهر شدن، خب منطقیه که آخرین دین تاریخی کدوم بوده؟ اسلام بوده. پس منطقیه که دین بعدی که بخواد به روز بکنه این رسالت روحانی رو باید در بستر دینی جدیدترین دین اون موقع که اسلام بوده ظاهر بشه. آره چون کاملا میفهمم، منتها اینجا یه دونه انتقاد خیلی جدی پیش میاد. ببین یکی از انتقاداتی که امروز به اسلام تو ایران میشه میگه این برای عربا بود. متوجهی؟ کاملا مشخصه. مثلا توی جامعه بودن که دختراشون رو زنده به گور میکردن و نمیدونم فلان و بسار این حرفا، اتفاقاتی که توی ایران نمیافتاد همون موقع. متوجهی؟ حالا مسئله اینه اگه بهاییت یه دونه مذهب جهانی هست، اگه بسترش شیعه ایرانه چجوری میتونه بهایی باشه؟ کل رفرنساش مثلا تو امریکای جنوبی نمیفهمن، برای اینکه اونا احتمالا مشکلات خودشون رو با کاتولیسیسم و نمیدونم کلیسای خودشون دارن. چجوری این پل چجوریه؟ اتفاقا جنبه جالب دیانت بهایی همینه، برای همینم خیلی زود رشد کرد. یعنی الان 2 قرن تاریخ داره. برای همون در قرن اولش جهانگیر شد و اول به در خاورمیانه، بعد به امریکا و بعد از امریکا به اروپا سرایت کرد و جهانی شد. و این جهانی بودن که الان آمار
غیر بهایی، یعنی آمار منابع بیطرفانه غیر بهایی میگن که 8 میلیون بهایی در دنیا هست و در هیچ کشوری، هیچ مذهبی، هیچ جامعه‌ای نیست که در یک جامعه بهایی تاریخی نباشه و حسابی ریشه ندونده باشه. بنابراین این نشون میده که اتفاقا این که بر حسب تصادف تاریخی میتونیم بگیم یا بنا به مقتضیات فرهنگی و مذهبی جنات بهایی در ایران شیعه در قرن 19 پدید اومد، این به این معنی نیست که رسالتش و پیامش و آیینش و تعالیمش جهانی نباشن و جوابگوی نیازها و مقتضیات تمام فرهنگ‌های دنیا نباشن. و چیزش هم و مدرکش هم همینجاست که اگر اینجوری بود، اگر یک دین فقط شبه اسلامی بود، خب الان در تمام دنیا شما مثلا الان اگه بری به یک بهایی انگلیسی باهاش صحبت کنی راجع به جنت بهایی، اون اصلا این احساس اصلا، یعنی گفتارش و طرز فکرش و اون هویت بهایی بودنش اصلا ربطی به اسلام و به شیعه نداره. این جالبه. این بحث اون شب پرگارم بود. یه جور داره بهاییت صحبت میکنه انگار این بهاییت یه دونه داینامیک داره، میدونی، انعطاف داره، یعنی خودش کاملا آخه نداشته باشه که نمیتونه جوابگو باشه، که حتما باید امروز هر مرامی که بخواد در یک دنیای جهانی یک آیین جهان شمول مثل جنت بهایی اگر بخواد جوابگوی نیازهای امروز و چالش‌های امروز باشه، حتما باید این انعطاف پذیری رو داشته باشه که در عین حال که چارچوب کلی و اهداف کلیش یک چیز به اصطلاح روشنی هست، در عین حال کاربرد و عملکرد این بر اساس جوامع مختلف خب تغییر میکنه. و جالبیش هم همینه که این غنی بودن و تکثر جوامع امروز در دنیا کمک میکنن که این ماحصلش، یعنی نتیجه این آیین وقتی بیشتر جهانی شد، اینه که تمام این عناصر فرهنگی دراش جای خودشون رو خواهند داشت. برای اینکه یکی از اصول مهم جنت بهایی اینه که جنت بهایی میخواد وحدت رو در دنیا برقرار کنه، یک نوع فدرالیسم بین المللی میخواد برقرار کنه. ولی وحدت بین کی؟ وحدت بین تمام کشورها و اقوام و جوامع. یعنی میخوام ببینم منی که آتئیست هستم جا دارم تو اون وحدت؟ 100%. البته یک موضوع حقوق مدنیه. خب حقوق مدنی هر انسانی اصلا ربطی نداره به باورهاش، ولی از نظر ساختاری اگر به ما بگن که شما به پیشنهادتون برای حل مسئله محیط زیست، برای حل مسئله جنگ‌ها و برای حل تمام چالش‌های امروز کدومه، ما میگیم یک فدرالیسم بین‌المللی، چون تمام مشکلات امروز دنیا راه حلشون مشخصن ولی پیاده نمیشن، برای اینکه همیشه یک مرزی، یعنی مواجه میشن به یه دیواره، به یه مرزی و اونم حاکمیت ملی هست. وقتی کشورها حاضر نباشن، که امروز روز حاضر نیستن این حاکمیت ملی رو فدا کنن و در وارد یک سیستم فدرالیست بشن، مثلا شبیه اروپا، اتحادیه اروپا، خب که این کشورها واقعا یه مقدار از حاکمیتشون رو فدا کردن و واگذار کردن، خب این باعث میشه که این نیاز داره اگه همچین سیستمی که وحدت همیشه بر اساس کثرت، یعنی کثرت نباید فدا بشه، چون اگه کثرت فدا بشه خب میرسیم به یک جامعه واحد یونیفرم یک پارچه. این جالبه آرش، این مسئله دموکراسی. همیشه ببین دموکراسی متوجه درست تصمیم اکثریته،
ولی اینکه یه دموکراسی چجور کار میکنه اینو همیشه و به اقلیت‌های اونجا اشاره کرد که وضع اقلیت تون دموکراسی چجوریه. ببین یکی از سوالای من از شما اینه که 1844 تا امروز ماها بهاییت رو زدیم تو سرش به عنوان فرقه چیز کردیم، خصوصا 44-5 سال اخیر اعدامشون کردیم، از مملکت فراریشون دادیم و یه مسئله حکومتی هست. بعد یه قسمت اجتماعی هست، هنوز خیلی ها بهاییت یه چیز بد میدونن، در صورتی که باشون هم صحبت بکنه اینا چیز جدی در بهاییت نمیدونن. میخوام ببینم این چجوریه قضیه که علت این که این همه به بهاییت تو ایران بد میگن چیه واقعا؟ از نظر تاریخی این مسئول اصلی این علمای شیعه بودن، یعنی آخوندان. طبیعتاً. و اینا از همون اول سمپاشی و نمیدونم نفرت پراکنی و نفرت بهایی ستیزی و اینا رو رایج کردن و خیلی انرژی و پول و قسمتی از تمام چیزای زیربنایی چرا این کار رقابت برای اینکه بدون اینکه دیانت بهایی هیچ کی رو تهدید کنه، اونا خودشون احساس میکردن که یک تهدیدیه. برای اینکه برای اینکه همون موقع اول، همون در دهه‌های اول صدها هزار ایرانی جرویدن. اونا میگفتن که خب اگر فکر میکردن که اگر این نهضت پیشرو و مدرن که مدافع تساوی زنها و مردها هست و آخوند و کشیش رو میخواد بذاره کنار، خب دقیقاً مخالف اون مصالح ماست. ما نباید بذاریم که اینا در ایران بیشتر رشد کنن و بزرگ بشن. اصلش از اینجا شروع شد. بعدن چون اونا خیلی قدرت داشتن در مؤثر بودن و نفوذ داشتن در شکلگیری تفکر و ذهنیت بخش بزرگی از جامعه ایران اون موقع، خب این نفرت پراکنی رو چی بهش میگن؟ نفرت پراکنی. آره اینو hate crime به اون داری فکر میکنی؟ درسته. hate discourse یا hate. درسته. خب این نفوذ پیدا کرد در جامعه و چون که ریشه دووند این سمپاشیا و این بهایی ستیزی، یه موقع رسید که جامعه، حتی افراد که زیاد هم مذهبی مسلمون نبودن، زیاد اسلامی نبودن، دیدشون بدبین بودن نسبت به دیانت بهایی. واقعا فکر می‌کردن که بهائی‌ها جاسوسن، واقعا فکر می‌کردن که بهائی‌ها نمیدونم یک فرقه عجیب غریب ساخته انگلیس هستن. آره به این میرسم من. صحبت تموم کنم. حالا امروز ما میدونیم، امروز خوشبختانه ما میدونیم که بعد از این 45 سال که جمهوری اسلامی تمام سعی و کوششش رو کرد که جامعه بهایی رو یا قتل عام کنه یا ریشه‌کن کنه یا تغییر هویتش بده و نتونست، امروز ما میبینیم که بخش اعظم جامعه ایران واقف شدن و بهاییت رو شناختن و فهمیدن که بهاییان ایران از بهترین شهروندان کشورشون هستن و به وظایف مدنی خودشون کاملا میپردازن و آشنا هستن و انجام میدن. نه تنها این، بلکه همیشه سعی و کوشش و تفکرشون و دغدغه‌شون اینه که کمک کنن که ایران پیشرفت داشته باشه، ایران همیشه مرفه بشه. و اینو همین در همین 2 هفته پیش شما مثلا با اعلانایی که خانم نرگس محمدی، خانم نسرین ستوده، این خانم کیه که اسمشون هست، من الان به شما میگم، یک دینشناس هستن، خیلی خیلی شناخته شده هستن در دنیا، یعنی در ایران. بذار من اسمشو بگم چون خیلی مهمه. خانم صدیقه بسمقی. خب اینها که دارن اعلان میکنن، حتی اعتصاب غذا اتخاذ کردن به همبستگی با زندانیای بهایی.
خب اینا کمک کردن به این که به جامعه ایران، جامعه مدنی ایران بگن که ما بهایی را از نزدیک میشناسیم و در این 45 سال باهاشون چیز بودیم و باهاشون همراه خیلی از مثلا همینایی که من الان بهشون اشاره کردم، خب در زندان بودن با خیلی از زنان بهایی. خب میگن که تمام اون افکار و چی بهش میگن الان یادم رفته، تهمت هایی که به جماعت بهایی زده شده بوده در تاریخ و در گذشته، اینا همش دروغه و بهاییان از بهترین شهروندان ایران هستن و اگر یه موقع این فرصت رو به ما بدن، ما میخوایم همراه و در کنار هموطنان خودمون در ایران واقعا کمک کنیم که یک جامعه مرفه و آزادی درست بشه در کشورمون. میدونی آرش، من خودم چیزم، خیر رو همه جا گفتم، من آتئیست هستم. من امیدوارم هم که حکومت ایران دست هیچ گروه مذهبی نیفته، متوجهی؟ دست هیچ گروه مذهبی، حتی اگه بهایی باشه، حتی اگه مسیحی باشه، زرتشتی باشه، اینا اینجا من ازت جدا میشم یه مقدار، من برای اینکه من نگفتم که ما میخوام بیایم، من نگفتم که باهایا میخوام بیان از عرصه سیاسی. دقیقا به اینجا میرسم. ما چیزی که ظرف یک سال اخیر ایران داشتیم، ما این فی الواقع هشتگ ریدم به اسلام، میشناسین این هشتگ رو دیگه؟ مطمئن نیستم، شاید تو توییتر دیدم یه موقعی. آره، من اکانت توییتری شما رو نها کردم، متاسفانه بیشتر اسپانیاییه، تقریبا همش اسپانیاییه. من چیزی نمیدونم، منتها دیدم خب هشتگ زن زندگی آزادی و زیر همون توییت ها اینا دیدم. من متوجه الان ایران داره به سمتی پیش میره که نه اسلام میخواد نه مذهب دیگه. متوجه؟ خب خوبه این. ببین از نظر سیاسی و اجتماعی، دموکراسی به شکلی که امروز ما میشناسیم دموکراسی رو، خب یک دموکراسی لاییک باید باشه. دقیقاً. آره، وقتی من میگم که ما میخوام در همراه هموطنان دیگه کمک کنیم که ایران رو جلو ببریم از هر لحاظ، یعنی حقوق شهروندی خودتو در حد خود تازه اجرا بکنی، منظورت اینه؟ نه تنها این، بلکه اگه هر نوع کمکی که از نظر تفکر پیشرو بهائیان میتونه کمک کنه که ایران که وطن اون تمام اون تقریبا اگه با بچه و اطفال اینا حساب کنیم شاید 500,000 بهایی الان در ایران باشه، خب اینا میخوان کمک کنن که وطنشون یک وطن مرفه پیشرفته در دنیا باشه. چون مسئله همینه آرش. من دقیقا میخواستم به اینجا برسم، صحبت پیش بعد همونقدر که ما ایرانی هستیم شما هم ایرانی هستیم، میدونی هیچ چیزی نداریم، دوتامون به این خاک به یه اندازه بر دسترسی داشته باشیم ما در هر زمینه ای. سوال من یه مقدار آرش اینجاست، ببین جامعه ایران ظرف 140 سال اخیر منهای اون 20-25 سال آخر حکومت شاه یه مقدار زیادی شما رو تحت فشار گذاشت، نمیدونم خونه هاتون رو غارت کرد و بهتون تهمت زدن و نمیدونم از مملکت فراریتون دادن، اعدامتون کردن، دارتون زدن و این حرفا. خب طبیعتا خودت میدونی من با هیچ کدوم این چیزا من موافقت نمی کنم. من اینو قطعا امیدوارم منو در نهایت شناخته باشید. این باعث میشه که ما شماها رو یه مقدار توی لاک خودتون فشار میدیم که باشین، متوجه؟ شما رو ایزوله میکنه و این ایزوله کردن یه مقدار از سمت بقیه. من اینو شک ندارم خیلی که با بهایا که تماس داشتن اگه نگن ملت شریفی هستن، حداقل میگن هر یکی ان این بقیه ایرانیا، حداقل اینو میگن، متوجهی؟ و من خودم شخصا به این معتقدم. آره
من هیچ مشکلی تو این قضیه نمیبینم من، ولی یه سری شایعه ها ساخته شده این دور و بر. من آدم خنگی هستم آرش، معذرت میخوام. من دقیقا این شایعه ها رو میخوام چیز کنم، با آره یا نه جواب بده، منتها بعدش بتونی توضیح بدی. متوجه؟ یکی از سوالایی که همیشه مطرح بوده بین چیزا، میگن بهائی‌ها به ازدواج محارم چیز دارن، آزادی ازدواج محارم دارن. یعنی مثلا شما آخه میدونی خیلی جالبه تمام این تهمت ها و افتراهایی که به بهائی‌ها زدن، انقدر اینا بچگونه هستن. چون میدونی یعنی بچگونه از این لحاظ، خود این موضوع بچگونه نیست، ولی اینکه اثباتش انقدر آسونه که این دروغه، از این لحاظ بچگونه است. وقتی شما میخوای مثلا به یکی تهمت به جای افترا بزنی، اقلا باید برید دنبال یه چیز خود پیچیده تر که اثباتش آسون نباشه. کاملا موافقم. فقط اینه که، یعنی فقط سوال اینه که یک دونه خانواده بهایی نشون بدن در هر نقطه دنیا، ایران یا خارج، که یک خانواده مونوگام زن و مرده که به هیچ وجه اصلا نمیتونن بستگان نزدیک باشن نشون بدن. خب اگر اینجوری باشه، یعنی اگر یه دونشون نشون بدن ممکنه آدم شک پیدا کنه. ولی یعنی اصلا جدا کنیم از این موضوع که مثلا خود مبانی بهایی و در کتاب اقدس که کتاب مقدس دیانت بهایی، این موضوع کاملا به صراحت منع شده. در عمل بیایم ببینیم که در عمل چیه. در عمل پیدا میکنیم همچین موردی. وقتی که همچین موردی یک دونش هم نمیتونن پیدا کنن، خب این یک حرف خیلی بچگانه میشه. یا وقتی مثلا میگن که آره بچگونه بودن به این مفهوم نیست که بهش جواب احتیاج نباشه داده اینا. میدونی خودت به دلایلی میدونی، من با بهاییت خیلی نزدیک زندگی کردم، به دلایلی میدونی، متوجه خودت رو. من 40 سال میشناسم، من بچه غرب تهران هستم، اونجا تو خرخره بهایی بوده و بعد من خودم خونه تو بودم، نون نمک تو رو خوردم، متوجه پسر تو خونه من بوده، نون نمک منو خورده. مشکل من نیست. من دقیقا دارم این سوالا رو باز میکنم که یه همچین چیزی هست، یه همچین شایعی هست، یه همچین صحبتی میشه، آره یا نه. خب این که گفتم که صراحتا گفتم که نه دیگه. نه آره. و اثباتش هم خیلی آسونه. احتیاج نداره اثبات کنی، احتیاج نداره اثبات کنی. وقتی میگی نه برای تماشاگرها یا دوستانی که خواهش میکنم بگو. نه میگم که برای دوستانی که دارن این برنامه رو نگاه میکنن، میگم که اگه شک و تردید دارن، که معقوله کسی که بهاییت نشناسه یک همچین شک و تردید داشته باشه، میگن که بره تحقیق کنه، حالا هر چی که از در لندن یا در ایران، ببینه میتونه یک بهایی پیدا کنه که ازدواج نامحرم کرده باشه یا نه. اگه پیدا کرد خب ممکنه که آدم شک کنه، ولی چون من قطعا میدونم که در این 8 میلیون جمعیت بهایی در دنیا یک مورد هم نخواهد پیدا کرد، خب منم شک ندارم، منم باهات موافقم، منم تجربه ندارم. فرهنگ رو میشناسی تو؟ امریکا زندگی میکنه. اسمش فرهنگ زمانی. شنیدم. بله شنیدم. فرهنگ زمانی همکلاسی من بود، بعد با من اون از ایران خارج شد، با من نه، من میگم یه سال بعدش اینا، بعد حقیقتا 6-7 سال پیش، بعد از سالها، فکر میکنم شاید نزدیک 30 سال بعد، من توی لندن دیدمش. اینا فرهنگ با پدر بزرگ شما توی پاکستان که هر دو از ایران فرار کرده بودن، بله چیز بودن، اینا همخونه بودن توی مقطع پاکستان و اینا. زمانی. بله خیلی هم بچه خوبیه، یعنی رفیق نزدیک منه واقعا، علیرغم اینکه خیلی وقت ندیدمش اینا، ولی همیشه دورادور و خیلی وقت مستقیم باش تماس داشتم. من یادم با فرهنگ صحبت میکردم، 16 سالم بود و اینا، بعد تو لندن هم دیدم باش صحبت میکردم. سال بعدی اینه دقیقا یکی از شایعه ها اینجاست. ما با فرهنگ صحبت میکردم، میگفتش که ماها چیز نداریم، ماها اینی که شما میگه جهان شمول، جهان وطن، متوجهی؟ میگفتش که ما بهایی ها چیز نداریم، ما تعلق
کشوری و جغرافیایی اینا نداریم ما. در این چی میگی شما؟ نه ببین آخه بستگی داره چجوری هر شخصی یه جوری این مسائل رو بیان میکنه. شما وقتی که بری در آثار و کتاب‌های بهایی رو بخونی خیلی واضحه بدون هیچ گونه شک و تردید و صریح اونجا میگه و یکی از اصول بهاییت اینه که بهایی وطن داره، نه تنها وطن داره بلکه وطنش رو دوست داره، نه تنها وطنش رو دوست داره. عبدالبها میگه که یکی از شخصیت اصلی بهاییت هست، میگه که هر جور جرمی یا بدکاری رو میشه بخشید به جز خیانت به وطن. میگه که خیانت به وطن نمیشه. That's brilliant. منتها مسئله اینه این وطن ولی یه گام جلوتر میره و میگه که اینی که شما وطنت رو دوست داشته باشی و متعلق به وطنت باشی و این احساس تعلق داشته باشی، این امتیاز مزیتی نیست، این شاهکار نکردی. مثل اینه که شما بگی که من بچه هامو دوست دارم، خب خیلی خوبه، ولی اون موقع شما شاهکار کردید که علاوه بر بچه های دیگر هم مثل بچه های خودت یا حداقل چند تا بچه بیاری تو خونه بهشون کمک کنی، پدری بهشون بکنی و بگی که اینا رو من با اینکه بچه من نیستن مثل بچه خودم، اون موقع شما شاهکار کردید. اون وقت دیانت بهایی میگه که الان در این موقع، در این مرحله تاریخی، چالش های دنیایی و اجتماعی رو ما نمیتونیم حل کنیم اگر خودمون رو علاوه بر، نه به جای، علاوه بر تعلق به وطن، تعلق واقعا احساسی و قلبی خودمون رو به تمام وطن و دهکده جهانی و کره زمین احساس کنیم و بنابراین دنبال این باشیم که این مرزهای ملی رو نه اینکه از بین ببریم، بلکه این دیوارهای ملی و قومی و نژادی که امروز در دنیا وجود دارن و نمیذارن که مشکلات دنیا حل بشه، چون آخر سر، یعنی در آخر، ببین الان شما تو این کنفرانس محیط زیست در کاپ 28 در آخر مسئله، همیشه در آخر خط هر کشوری میگه آقا من امضا میکنم یا نمیکنم، من حاکمیت ملی دارم. خب تنها راهی که شما میتونی این 1.5 درجه یا 1 درجه رو کاهش پیدا کنی بهش بدی قبل از اون به زودی، چون که دنیا داره، کره واقعا داره گرم میشه، تنها راهش اینه که تمام کشورها متحد بشن که این که اون چیزی که تمام جامعه دنیایی میخواد اینا بیان قبول کنن و امضا کنن. خب اینه، یعنی تعلق وطنی هم با تعلق به جامعه بشری جهانی. خیلی جالبه. آرش این تابلوی که بالای سرت چیه؟ ها این یکی از سمبل های بهاییت که بهش این هست، بهش میگن اسم اعظم خدا. یعنی خب میدونیم که مثلا در اسلام، در فلسفه اسلامی، خدا دارای اسمهای لایتناها، یعنی بی نهایت اسم و صفت داره، ولی در بهایی میگه که مهمترین یا اعظمترین این اسامی امروز در امروز بهاست، به این معنا که شکوه و جلال و به معنی نور، به معنی شکوه، خب اسپلندور یا بها، این اعظم از تمام اسامی و صفات روحانی، این از همش اعظم تره. البته خب این یک چیز نمادینه و جنبه سمبولیک داره و شکل‌های مختلف داره. این که از شکلاش اینه، بله، مثلا از اینجایی که من دارم میبینم شبیه فرش ایرانی بود یه جورایی. آره روی فرش ایرانی، ولی خب رو تابلو هم بعضی موقع هست، رو انگشتر هم هست. آره نه همین جالبه دیگه. و موقعی که سر مسائل تعلقات جغرافیایی و فرهنگی صحبت میکنه، ببین من و شما اینجا نشستیم داریم با هم فارسی صحبت میکنیم،
متوجهی؟ من کی به سال 1988 89 تقریبا من بارسلون اگر بخوام بیام متوجهی برای من بارسلون بدون خود تو معنی نداره برای من. کاملا من گردوندی اونجا با اینا. آره یادمه که اون سفر اول که اومدی اون یک گروه موسیقی بودن بلژیکی ویا کندیوس. آره درست. آره من تازه با آشنا شده بودم و اینا وحشتناک چیز بود اینا. من یادم دقیقا قبل پاندمیک بود بلند شدم با خانواده اومدم اومدم بارسلون. خود شما اومدی از فرودگاه دنبال من 2018 بود 2018 آره تابستون اونجا بوده اینا. بعد اون تابستون با آره بعد رفتیم خونه مادر رو اینا. مامان چیز داشت یه غذا رو میز بود. گفتم این چه گفت یتیمچه است. یتیمچه میدونی چیه؟ بله آره چون شیرازی هستی اصلا. در همین دارم میگم این تعلقات رو چجوری میشه چیز کرد نادیده گرفت؟ نمیشه، یعنی اصلا بهایت دنبال این نیست. برعکس اون جاهایی که زبانهای محلی و مراسم سنتهای محلی داره ضعیف میشه و از بین میره، بهایت کمک میکنه که این تقویت بشه و از بین نره، چون تکثر و کثرت تاریخ و فرهنگ و تمدن انسانی یکی از مبانی بهایت برای رسیدن به این وحدت. چون وحدت در کثرت هدف جنت بهایی، نه وحدت. اینه که داریم میگه یه مقدار کلیه. چجوری آرش چجوری این کار میکنه؟ اگه تو جهان مثلا خیلی آسونه، من مثال خودمو میزنم. مثلا ما در ناحیه‌ای که در اسپانیا زندگی میکنیم اسمش هست ایالت کاتالونیا، جزو اسپانیا. خب این ایالت کاتالونیا تاریخ خودشو داشته، سنت‌های خودشو داره که فرق داره با سایر اسپانیا و از همه مهمتر زبان خودشو داره. خب زبان کاتالان با مقایسه با زبان اسپانیایی زبان ضعیف‌تریه. بنابراین ما همیشه سعی میکنیم که در زندگی روزمره‌مون مثلا با اون دوستامون که کاتالان هستن کاتالان صحبت کنیم، مدافعی هستیم که کاتالان در مدارس تحصیل بشه، کتاب‌ها و آثار بهایی رو به کاتالان ترجمه می‌کنیم علاوه بر اسپانیولی. نمیگم که جای اسپانیولیه. خب این چرا؟ چون اگر این کوشش ها نشه ممکنه یه قرن دیگه زبان کاتالان مثلا از بین بره. خب ما مدافع این هستیم که این اتفاقا این قناعت فرهنگ های مختلف دنیا لازم هستن برای ساختن این مدنیت جهانی که هدف دیانت بهایی. و همینجور در ایران وقتی که در اقوام مختلف ایران، کردی، بلوچ، دقیقا به همین میخواستم مثلا ادامه بده تا همون مسئله. نه یعنی اگر ایران یه موقعی یک ایران دموکرات بشه که امید من این هفته خواهد شد، خب تمام این اقوام و بعضیا حتی میتونیم بگیم که بعضیاش یه نوع ملیت هستن دیگه، بیشتر از قوم هست. یعنی مثلا چه میدونم کردها خودشون یک ملیت احساس میکنن. این اسپانیا، شما در اسپانیا 2-3 تا ملیت مختلف دارید زیر پوشش یک کشور. خب در ایران هم همین جوره. یعنی در ایران هم این باید تقویت بشه در آینده. البته این منافاتی نداره با اینکه یک دولت مرکزی قوی وجود داشته باشه که بتونه اداره کنه کشور رو، ولی استانها و ایالاتهای تاریخی و قومی اینا باید تا حد زیادی خودگردان باشن و بتونن زبانشون رو حفظ کنن و در مدارس تحصیل بشه. و مثل ما اسپانیا چون اینجور جامعه رو داریم خیلی آشنا هستیم با اینکه این امکان پذیره. یعنی این امکان پذیر هست. مثلا در اینجا ما باسکیا رو داریم که زبان باسکی خیلی یادم این کلاهای اینجوریشون رو میذاشتن سرشون. درست. آرش حساب کن جامعه ایران، خب جمهوری اسلامی میره، دوتامون هم میدونیم متوجهیم کی میره اینا خدا میدونه با چه بهایی هم میره، اینو نمیتونیم ما
امروز بگیم قابل پیش بینی نیست. متوجهیم؟ جامعه ایدئال ایران شما چه شکلیه؟ یک جامعه دموکرات شبیه به جوامع دموکرات اروپای غربی، از این لحاظ که دموکراسی تام باشه. حالا جمهوری یا سلطنت به احتمال قوی، من شخصا خود بهاءالله هم گفته که یک مخلوط یا یک ترکیبی بین سلطنت و جمهوری بهترین نوع حکومته. من اتفاقا یه مقاله نوشتم در یکی از روزنامه‌های مهم اسپانیا چند سال پیش که یک پیشنهادی، چون اینجا این بحثا هست که بله. برگردیم به جمهوری که در اوایل قرن 20 در اسپانیا بود یا سلطنت رو حفظ کنیم، میشه ترکیبی داره. حالا ولی خب این موضوع خود ثانویه، برای اینکه چه شاه دموکرات مجلسی مثل در اسپانیا، یعنی بهش میگن سلطنت پارلمانی. بله پارلمانی. بله سلطنت پارلمانی یک سلطنت کاملا سمبولیکه، مثلا در سوئد که شما سالها زندگی کردید، مثل اونجا، یا در انگلیس. بله. حالا بعضیا میگن که نه جمهوری بهتره. حالا بعدش راجع به این موضوع میشه در حقیقتا من شخصا فکر میکنم مشروطه با جمهوریت فرق زیادی نداره، منتها خب مشروطه یه مقدار توی ایران به بحث اینکه شامشن قید مشروطه. البته قانون اساسی باید یه قانون اساسی دیگه، یعنی اون نهضت مشروطه که خیلی مهم بوده برای تاریخ ایران، اون ارزش‌های مشروطه که امروز هنوز خوب هستن و اعتبار دارن، اونا رو حفظ باید کرد، ولی باید یک قانون اساسی کاملا جدید مدرن قرن 21 نوشت و تمام گروه‌ها بتونن فعالیت کنن، فعالیت سیاسی کنن، فعالیت مدنی اجتماعی کنن. اونایی که میخوان بیان تو سیاست بیان، اونایی که میخوان در عرصه جامعه مدنی کار کنن در جامعه مدنی کار کنن. و از همه چی مهمتر باید آزادی عقیده باشه، تساوی تام بین زن و مرد باشه و آزادی بیان، آزادی عقیده، مذهب. کاملا بهائی‌ها رو نکشیم، بهائی‌ها رو مملکت فراری ندیم. کاملا. چون بهائی‌ها اگه هر کی که تاریخ ایران رو بشناسه، تاریخ 20 و قرن 20 به وضوح میتونه اینو در مدارک و در اسناد و در کتاب‌هایی که تاریخ‌دانای بی‌طرف ایرانی راجع به ایران نوشتن، میتونه ببینه که بهائیان در ایران در طی تمام قرن 20 یک نیروی انسانی خیلی مهمی بودن برای اون رفرم‌های که تجدد و مدرنیته در ایران ایجاد کردن. البته نسبی بود، می‌دیدیم که کامل نشد، تکمیل نشد این مدرنیته، ولی اون پیشرفت‌هایی که از نظر تجدد و رفاه در ایران اجرا شد و تحقق پیدا کرد، بهائیان به عنوان شهروند فعال در جامعه مدنی خیلی کمک کردن. حالا بعضیاشون دکتر بودن، بعضیاشون مهندس بودن، بعضیاشون وکیل بودن، بعضیاشون معلم بودن یا فرهنگی بودن، خیلی کمک کردن بهائی‌ها. بنابراین این که یکی بخواد به یکی اصلا بهائی‌ها از ایران برن، داره جدا از این موضوع که برخلاف حقوق بشر و آزادیه، واقعا داره بخش از تاریخ ایران رو دور میندازی تو، یعنی منافع کشورشو داره تضعیف میکنه، برای اینکه بهائی‌ها همیشه یک نیروی مثبت بودن در پیشرفت ایران. آرش یه سوال خیلی تریکی میخوام ازت بکنم. من فکر کن قبل جواب دادنش، قبل اینکه بهایی باشی ایرانی هستی یا قبل اینکه ایرانی باشی بهایی هستی؟ نه، بهائیت یک هویتیه. در مورد خودم میتونم بگم که من دلیل اینکه بهایی هستم به خاطر این نیست که در یک خانواده بهایی به دنیا اومدن، چون که در حدود 14-15 سالم که بود، به خاطر این اصلا رفتم دنبال فلسفه.
خیلی سوالا برای من مطرح شد. میتونم فکرش کنم. آره یادم شما ایتیست هستی. خب منم یه موقع رفتم دنبال این که بابا این ایتیستا حرف حسابشون چیه، واقعا شاید حق دارن، شاید خدایی اصلا وجود نداره، شاید این مفاهیم مثل روح و روحانی و اینا اصلا هیچ واقعیتی نداشته باشه. من بعد خودم برم دنبال این جوابا، دنبال این سوال. اصلا برای همین شد که رفتم فلسفه خوندم. بنابراین این اعتقاد و این هویت بهایی بودن و خودم یک نوع بازیابی داشتم در ارتباط با این و یک بار دیگه اینو کشف کردم برای خودم و این راهیه که خودم برای خودم انتخاب کردم. این هویت خیلی در من قویه، برای اینکه شما هر کاری که در زندگی روزمرت میکنی خب ارتباط داره با اون دیدگاهی که داری، در ارتباط با هستی، با جهان، با انسان. اگر شما مثلا ایتیست هستی خب طبعا خیلی کارا رو شاید نکنی، انجام ندی، چون موافق این اعتقاد شما نخواهد بود. و اون کسی که هویت بهایی داره، خودش رو واقعا بهایی میدونه، خب این تأثیر میذاره در خیلی از هدفهایی که برای خودش قرار میده در زندگیش و غیره. ولی ایرانی بودنم خیلی قویه و این ربطی زیاد نداره به این که آدم باهایی باشه یا نه. حداقل من اینو دیدم، باهات موافقم، ایرانی بودن قویه. خیلی قویه، چون که حالا دلیلشو نمیدونم چیه. شاید چون که فقط 8 سالم بود از ایران اومدم بیرون، همیشه این تراوما بوده در من که چه میدونم وطنمو و اون زادگاهمو نتونستم توش ادامه بدم، یک زندگی خوب در طفولیتم مثل بچه‌های دیگه که در وطن زادگاه خودش. بله متوجهم. مثلا خانواده، خب آدم ما هم ریشه کن شدیم دیگه، چون من 8 سالم بود، ما وقتی اومدیم اسپانیا اینجا هیچکی، نه تنها خانواده، هیچ اصلا دوستی اینجا نداشتیم، هیچکی نداشتیم، همه غریب بودن. بعد اسپانیا کشوری که ایرانی همیشه کم بوده توش، کم بوده. بله خیلی کم بوده، چرا اولش چه الانش. خب شاید این یکی از علتهایی بوده که باعث شده که من همیشه این سعی کنم که مثلا فارسیمون رو حفظ کنیم، راجع به ایران مطالعه کنم، تاریخ ایران رو تا حدی بخونم و همیشه یه امید اینو دارم و آرزو اینو دارم که بتونم یه روزی برگردم بعد از 45 سال. میدونه آرش، منم همین آرزو دارم. امیدوارم هیچ کدوم به گور نبریم این آرزو. انشالله انشالله. آرش، سر این چیزی که میگفتی من یادم مامان و مادر خودت و پسرت که مهمون ما بودن، من مامان رو بردم یه مغازه ایرانی تا جایی اصلا انگار برده بودمش بهشت، چون توی لندن زیاده به خاطر جمعیت زیاد ایرانی و اینکه توی لندن ایران قدیم زیاد زندگی میکنه، متوجه اصلا شبیه اسپانیا نیست. الان توی مغازه ایرانی هستی، چی دوست داری بخری؟ لواشک؟ اتفاقا لواشک برامون چند وقت پیش بردن. من خیلی حلورده دوست دارم. حلورده که شما توی اسپانیا بعد از شمال اروپا. آره ولی مثل مال ایران نیست. بیاد که به تونس و مراکش و مثل ایران نیست. یا مثلا کلوچه یا لواشک. ببخشید لواشک. نه لواشک نه، پیراشکی منظورم. نه پیراشکی که اینجا همون پیراشکی ایران نیست، دونات اینا حوالی پیراشکی ایران نیست. آرش خسته شده من قد اومدم بارسلون، تو کی میای اینور؟ انشالله میام. شما الان لندنی؟ لندنم. خیلی لندن که شهر واقعا جالبیه. من حتما با شما تماس میگیرم و همدیگه رو میبینیم. آره با خانواده بیا که میریم چلو کبابیه خوبی که اونجا هست. حرف نداره چلو کبابی لندن، حرف نداره. آره بلند بیا آقا، به خانواده سلام برسون، به خانواده به مامان بابا به همه سلام برسون. شبت بخیر، یک دنیا ممنون. حرف اضافه داری بزنی یا نه؟ نه خیلی ممنونم ازت رامین جان. دمت گرم آقا علی، تو فرصت دیگه. خداحافظ.